آیا شما با حکومت انگلیس موافق هستید؟ نه خیر نیستم. من نمیپذیرم که جورج واشنگتن یک تروریست بود. اما ایرا رسانه گفته. تصور کنین تروریست درجه یک رئیس جمهور آمریکا شد. نمونه او را آفریقای جنوبی هم داره. وقتی در تصرف سفیدپوستان بود و بالای آفریقای جنوبی حکومت میکردن، اونا نلسون ماندلا را زندانی کردن. او را در جزیره روبن 25 سال حبس کردن. بعد از آن آزاد شد و وقتی در ایجاد روابط آزاد گردید، رئیس جمهور آفریقای جنوبی شد. تروریست نمبر 1 رئیس جمهور آفریقای جنوبی شد. و بعد از چند سال نلسون ماندلا جایزه صلح نوبل گرفت. تصور کنین تروریست درجه یک قدیم جایزه نوبل به خاطر صلح دریافت میکنه. نه به خاطر که او بد بود و حال خوب شده، به خاطر همین کاری که حکومت او در جزیره روبن زندانی کرده بود و تروریست درجه گفته بود میشد. آیا باور کرده میتونن؟ پس ما نتیجه میگیریم هر کسی که سر قدرت باشه و هر نامی را که به شما بده بالای شما میمانه. امروز رسانه قدرتمند است و هر چیزی که بگوید بالای شما میمانه، ولو درست یا اشتباه باشه. اگر در عصر حاضر رسانه با آن صفت شما را معرفی کنه، همه کس بدون بررسی به آن باور میکنه. خداوند در قرآن سوره حجرات میفرماید جزء 49 آیه 6 اگر خبر به شما رسید پیش از اینکه به نفر سوم بگویند در مورد آن تحقیق کنند. استراتژی ششم. رسانه دو استاندارد داره. در هندوستان بعضی وقتا در صدر خبرها میبینن یک مرد 50 ساله عرب. یک مرد 50 ساله عرب با یک دختر 12 ساله عروسی کرده. در هندوستان در سرخط خبرها میآید یک مرد 50 ساله عرب با دختر 12 ساله عروسی میکنه. در سرخط خبرها وقتی یک مرد 50 ساله غیر مسلمان بالای یک دختر 6 ساله تجاوز میکنه، در میان خبرها بیان میشه. دو استاندارد. مرد 50 ساله بالای دختر 6 ساله تجاوز میکنه، در میان خبرها گفته میشه. اما وقتی یک مرد 50 ساله با اجازه همراه یک دختر 12 ساله عروسی میکنه، در سرخط خبرها میآید. این دو استاندارد رسانه‌ای است. هر چیزی که بخواین توصیف کنن توصیف میکنن و هر چیزی که بخواد برجسته بسازه در سرخط خبرها میاره و هر چیزی را که نخواد او را در میان خبرها یا اصلا در خبرها بیان نمیکنه. استراتژی هفتم رسانه. اونا چی میکنن؟ اونا مسلمانای به عمل به خاطر نقد قرآن، به خاطر نقد محمد صلی الله علیه و سلم، کسی که اسلام نقد میکنه، اونا را انتخاب میکنه و مشهور میسازه. یک مثال بسیار خوب سلمان رشدی است. مسلمان به عمل می باشه، یک کتاب خلاف قرآن، خلاف حضرت محمد، برخلاف اسلام و برخلاف آیه ها نوشته کرد. آنها به او جایزه دادن، او را مشهور ساختن. یک مثال دیگه تسما نسرین از بنگلادش یک لهجه را نوشته کرد، مسلمانان را نقد کرد. یک مسلمان به عمل اسلام نقد میکنه، مسلمانان را نقد میکنه، اونا به او انا میته. پس استراتژی است. مسلمانایی که اسلام نقد میکنه و به عمل هستن انتخاب میشن و توسط اونا مشهور میشن و ما متاسفانه سهم میگیریم و اونا را بیشتر معروف میسازیم. ما سلمان رشدی را در یک شب میلیونر ساخته. مسلمانا استراتژی ها به خاطر برخورد چیزا موجود است. راه مختلف انجام دادن وجود داره. استراتژی الف که توسط رسانه استفاده میشه ای است که هر وقت یک مسلمان کار خوب انجام میده، اونا هویت او را پنهان میکنن. میگن او یک هندوستانی خوب کار خوب انجام داد. یک هندوستانی دستاورد جدید داره. ابوالکلام نمیگه یک مسلمان است. هندی مسلمان نمیگوین، فقط هندوستانی. وقت کتابای علمی خودم مطالعه میکنیم، ارسطوی شرق، اویسینا، ابو علی سینا، نامش به اویسینا تغییر دادن. کی پدر کیمیا است؟ در دوران مکتب ما در کیمیا میخواندیم که پدر کیمیا کی میباشه؟ کسی که الکل تجزیه کرد. جابر است، جابر ابن حیان. گبر مثل نام غربی ها معلوم میشه. جابر است، جابر ابن حیان، پدر کیمیا، کسی که الکل تقدیر کرد. حال کلمه الکل از کلمه عربی الگل گرفته شده که به معنای روح شیطان می باشه. پس جهانیان غرب وقت یگان مسلمان کار خوب انجام میده، آنها مسلمان معرفی نمی کنن. او را هندوستانی
شاید غربی، شاید دانشمند معرفی کنند، اما یگان گوسفند سیاه مرتکب اشتباه شود دفعتاً او را مسلمان می‌خوانند. استراتژی مطابق یک مقاله که در 16 اپریل سال 1979 در مجله خبری هفته نشر شد، یکی از مشهورترین مجلات هفته‌وار جهانی خبر هفته می باشد، تحریر کرده بودند که بیش از 60,000 کتاب در طول 150 سال بر علیه اسلام نوشته شده. یعنی میان 1800 الی 1950 در طول 150 سال بیش از 60,000 کتاب علیه اسلام به چاپ رسیده. اگه حساب کنین یعنی بیش از یک کتاب هر روز بر علیه اسلام در طول 150 سال نوشته شده. و بعد از 11 سپتامبر این تعداد افزایش یافت و هر روز کتاب‌های متعدد علیه اسلام نوشته میشه. کتاب‌های متعدد آنها اسلام را بدنام میکنن و ما دریافتیم که رسانه نیز اسلام را تحقیر میکنه. قسمی که گفتم در حین زمان از رسانه‌های به منظور اهداف خوب و به منظور اهداف بد استفاده میشه. ما مسلمان‌ها بسیار عقب مانده هستیم. قسم به الله ما عقب مانده هستیم. ما از استفاده نمودن تکنولوژی به خاطر رساندن پیام اسلام بسیار دور هستیم. ما چی میکنیم؟ متأثر میشه. مبلغان عیسوی بسیار پیشرفته هستند. از تمام استراتژی استفاده میکنن به خاطر که خدا نشر بسازن. ما چند مثال برای شما میتونم. آیا کسی خوانده میتونه اینجا چی نوشته است؟ میتونن؟ الله محمد. خوانده میتونن؟ الله محمد. کسی نیست؟ نبود کسی. این الله محمد نیست، الله محبه است. این مثل الله محمد معلوم میشه، اما الله محبه است. محبت الله است. این توسط مبلغان عیسوی به چاپ رسیده و پخش میشه. ما با شما موافق هستم. حتی به عرب اگر نشان بتم الله محمد خواهد خواند، به خاطر که اونا حین خط میخونن. این مثل الله محمد نوشته میشه، اما اگر دقت کنین او الله محبه است. مبلغان عیسوی از شبیه سازی استفاده میکنن. الله محبه، محبت الله. این یک آیه انجیل میباشه. از انجیل جان چپتر 4 آیه 16 میگه الله محبت است و هر کسی که با محبت باشه با الله باشه، الله با او است. این یک آیه انجیل میباشه. ما مسلمان ها همی که عربی را دیدیم ماش میکنیم و در جیب خود میمانیم، بالای تاقچه میمانیم و جز خانه میسازیم. همین قسم میکنیم. چندین و چیز دیگر. تمام این نشریه های اسلامی عربی ماشکو و در جیبت بان. مبلغان عیسوی سحرگونه از شباهت سازی به خاطر بدام انداختن ما استفاده میکنن. اگر در روی زمین هر چیز عربی را ببینیم ما مسلمانان فکر میکنیم آیه از قرآن است، میبوسیم و در جیب خود میمانیم. یک بار توسط مبلغان عیسوی جانتری توضیح میشه. بسیار زیبا در 4 رنگ به زبان عربی برای هر ماه شبیه سازی کردن. پس عالمی که حضور داشت گفت او زاکر برادر چقدر جانتری خوب است، آیا نگه داشته میتونم؟ گفتم بله بگی. او را گرفت و در خانه خود ماند. بعد از یک هفته گفتم جانتری کجاست؟ او گفت زاکر برادر وقتی برم دادی در خانه گذاشتم. در کجاست؟ بالای دیوار آویزان کردم. پس گفتم او را پایین کنن. گفت چرا؟ گفتم از اینکه تو را دادم میخوایم او را پایین کنی. او پایین کرد. گفتم این چی است؟ این کلام الله می باشه. این کلام الله نیست، این یک آیه انجیل است. مثل الله محبه، نه اینکه مثل الله محمد. و مسلمان ها فکر میکنن که آیه قرآنی می باشه. آیه ها را بیرون نویس میکنن و وابسته سازی میکنن. کلمت الله، کلام الله، یعنی حضرت عیسی آیه هایی را بیرون از متن قرآن میگه. وقتی به عالم گفتم، وقتی او را گفتم شوکه شد. توبه خدایا بخشش میخوایم، ما بخشش میخوایم. برای یک هفته بدون درک آن را در خانه نگه داشت و جز خانه ساخته بود. مبلغان عیسوی از شبیه سازی کار میگیرن. حال ما اگه ای را و با 2 رنگ 3 رنگ یا با 4 رنگ چاپ کنم، اگه چاپ کنم
و در جریان حج بتم هر کدامشان $10 فروخته میتونه و پول زیاده به دست میاره.